تاریخ مرکز ملی تستیشون است که به تاریخ عنعنوی فکر من از همین نو جوری کردگان چه تستی میلیان مرکز ملی تستی بفکرم آسماندار شده چی بیشتر دیگر برای اینکه بیشتر بسیار تیم بوده دانشگاه داخلشان حاضر میتونن با سعود خودشون بمالود داخل شوند بیشتر تیم بودن که از همین سعود خودت باشد مرمت میرم بسپوری به مالون نگذاریم بیشتر حتی حدثایش دیگه که بچه ها مغز جواب دیگه مثل چیز هم مغز جواب دیگه باهاشون دیگه آدم ها دومانده دیگه آدم هایی که تیم ندونن تمام میکردن باز بفکرم خیلی آسان شد نسبت بشه من باوری دارم که از پیشتر مرکزی ملی تستی خوبتر است که با طریق مرکزی ملی تستی ما میخواهیم همین سطح دانش خودمون را میسنجیم یک مرتبه با کسب‌های انتخاب کرده خودمون در آنجا داخل شده میتوانیم و شرطی که ما خوانیم با سوال‌ها جواب داده توانیم با آنجا میگذاریم. با طریق تستی خوبه. برای چی؟ برای اینکه مثال همین اگر بچه‌ای که سوادش کافی باشه مثال سوادش خوب باشه به یگان مشکلی میگذاره. در یگان مثال محتاج یگان کشیدن در کورس با طریق سواد مثال چیز حتما داخل میشه. این خیلی آسونه. یعنی که با طریق مرکز ملی تستی این خیلی آسونه که بچه‌ای که مثال در کوهستان ان مثال در ناحیه‌ها اونا از طریق مثال دانشون به یگان چی مشکلی میگذاره. این خیلی خوبه. بچه‌ای که بالای قطعا گذاشتنش آسونه. تستی خوبه. تکنولوژی نوترین کرده شده و طور تستی کردن داوطلبان بسیار مقبول است. مرکز ملی تستی باشه مقبول است. تستی با دانش خود حرکت میکنن که ما فکر میکنم که اگر در نتیجه رعایت کردن همه قانون قاعده ها باشه اگر ما فکر میکنم باید رو خوبتر است چون که چیزی که در شاید میگه این بگیره است هر کسی که تمایل به دانش دارد ما فکر میکنیم که دانش خوب بتونه که در اینجا سنجیده بیند و با همون دانشکده و با همون شعبه موفق داخل شده در زندگی هم روی شده بیاورد ما فکر میکنم که این بهتر است دانشجویی که ختم کرده که نو تمام میکند مثلا حتی فرق نمیکنه که همین طرز تستی چی خیلی این معلومات دارن و معلومات رویکی خیلی فرانه برای همین باز شکل تستی برای چی همه را اینا پیشکی که بسیاری میدونستن که در یک جا داخل نشد در دیگر رو داخل میشن این هم یک طرف داخل شونده را چی میکنه این خیلی بپرواتر برای که میگه خیلی در یک دانشگاه یا دانشکده نشد در دیگر شما ممکن من داخل میکنن اما طرز عنعنوی به معنایش که میدروی میبینند کی و چه خیلی گپ میزنی و سوال برای که چند سوال با هم خطیه دو هم دهنکی برای همین طرز تستی یک طرز پنهانی برای نه ما معلوماتی خیلی پر نداریم که از روی چی وقتی که پر میکنه اما تست پر میکنه رفته در قطعی میپرتوه مثال میشه که هم آدمایی که شناس از روی صورت میفهمه میتونه که چی کنه یاردم کنه خیلی درجه هم شفافیت شد هر کس گفتن نمیتونه خیلی ما مثلا نیستیم که در بین داخل شوندهای ما همه در یک سطح دانش دارن مثلا سطح دانش هر خیلی که به هر حال طرز عنعنوی بهتره که میبینی یا که میبینی که همین دانشجو لیاقت شه یا قدر لیاقت برای همین آشکاراتر نسبت تستی